خب توی این جلسه میرسیم به یک بحث بسیار مهم. اگر من JDK نصب کردم الان میتونم از تولز های داخل JDK استفاده کنم. اینا که براتون آشناست. اگر وارد در واقع پوشه باینری جاوایی که نصب شدید بشید، حالا اینو بر اساس تایپ مرتب کنیم. این فایل اگزی که میبینید همون فایل های کامند منه، مثل جار، مثل جاوا سی یا جاوا کامپایل، جاوا داک، جاوا پی، JCMD. همه اینها همین دستوراتی هستند که میتونیم اجراشون کنیم. ما حالا همه رو نیاز نداریم، ولی فهمیدن اینکه اینا چه کاری میکنن خیلی خوبه. میخوایم تست کنیم ببینیم JDK که نصب کردیم کار میکنه یا نه، و اینکه یه نگاهی بندازیم به دستورات که داخل JDK است، از چه چیزش باید استفاده کنیم. خب اساسا جاوا سی برای کامپایل کردن برنامه استفاده میشه. ما وقتی حالا جاوا هم رو تغییر دادیم، الان جاوای من چیه؟ زولو هست. اگه جاوا ورژن بزنم، جاوا وی نمیدونم کار میکنه یا نه. نه، جاوا ورژن باید بزنم. جاوا ورژن بزنم، اوپن JDK که توسط زولو در واقع شرکت آزور بیلد شده اونو میاره، 64 بیتی. خب الان من هر چی بزنم با زولو کار میکنه، بس یه CLS میزنم و میام اینجا. دستوراتی که توی در واقع زولو، آمازون کاریتو، اوپن JDK، دستوراتی که توی همه JDK وجود داره، یه سری دستوراتی که کمک میکنه ما با جاوا کار کنیم، کامپایلش کنیم، تبدیل به بایت کدش کنیم، تبدیل به جار فایلش کنیم، تبدیل به فایل اجراییش کنیم. این دستورات به ما این کارو میده. یه ران تایم در واقع یه دونه کامند لاین بهمون میده که با جاوا بتونیم صحبت کنیم، با مدیر جاوا بتونیم صحبت کنیم. مشهورترینش جاوا سی است که یک کلاس جاوا رو در واقع یک فایل جاوا رو تبدیل به کلاس جاوا میکنه. جاوا پی نوشته دیس اسمپل میکنه، یه برعکس اون رو کامپایلش میکنه. جاوا داک داریم که بحث داکیومنتیشنه. خود جاوا است که یک بایت کد جاوا رو میتونیم باش اجرا کنیم. جار تبدیل میکنه فایل رو به یک فایل جار. چند تا ریسورس رو، مثلا شما از عکس استفاده کردید، از چند در واقع کتابخانه استفاده که همه رو داخل یک فایل میکنه و یک جار فایل به شما میده به عنوان فایل اجرایی و تمام اینها که به مرور این دستورات رو یاد خواهیم گرفت. به اینها میگن کامند لاین در واقع جاوا. تولز اند کامند ریفرنس، تولز ریفرنس سایت خیلی خوبی که در واقع بخش خیلی خوبی از سایت docs.oracle هست. اگه وارد بشید همه اینها اونجا به خوبی نوشته شده. خب ما میخوایم برای اینکه JDK رو تست کنیم از یکی دو تا از این دستورات استفاده کنیم، ببینیم به چه شکل استفاده میشه. مثلا جاوا کامپایل و جاوا که برای اجرای فایل هست. خب اگر من برم توی یکی از پوشه ها، فرقی نمیکنه، درایو دی میرم، مثلا یه دونه نیو تکست داکیومنت باز میکنم و واردش میشم. خیلی دارم ساده کار میکنم دیگه. یه دونه پابلیک، فعلا کاریتون نباشه که این چه کدیه، پابلیک کلاس مین درست میکنم و داخلش یه متد می‌نویسم. public static void main string args. و اینجا می‌نویسم که system out print hello java. خب این یه برنامه جاواست، یه برنامه نوشته شده به زبان جاوا که میتونم سیوزش کنم با پسوند جاوا که all file utf8 درسته. اسمش رو میزنم main.java. خب این یه فایل جاوا شد که حتی با سابلایم تکست هم میتونیم بازش کنیم و ببینیم که به چه شکل استفاده میشه. arg رو چه نوشتم؟ string args. خب خوب شد باز کردیم. public static void main این. خب اینو داریم. الان توی درایو دی من وارد درایو دی میشم. داخل دی دستور جاوا سی یا جاوا کامپایل فایل main.java منو تبدیل به فایل کلاس میکنه اگه ارور نداشته باشه، که اینجا یه ارور داره. میگه کلاس main is public
should be declared in file name main.java. main رو باید دقیقاً با حروف بزرگ بنویسیم. خب این مین ما نمیدونم اینجا رینیمش کنم یا دوباره میخواید اینو سیو ازش کنم. args اسم کلاس هرچیه. حالا به اینجا نرسیدیم، اینا رو باید آموزش بدم. اسم کلاس هرچیه چون کلاسش پابلیکه باید اسم فایلم این باشه که فایل اصلی بنده است. سیو از میکنم با نام main.file، این بار با حرف بزرگ main.java. بله رو همون بزن. نمیدونم چرا اینجوری نشون میده. خب حالا وارد cmd بشیم، چون اینجا رو بستیم. وارد درایو دی بشیم، بنویسیم java c main.java. خب این که این کارو کرد بدون اینکه خطایی بده یعنی اینکه یک کار جالبی کرد. یه مین اینجا درست کرد. اگه دقت کنید اگر برید توی پراپرتیسش این یک کلاس فایله، همون کلاس فایله که گفتیم وقتی سی درست میکنه بعد از کامپایل آبجکت فایل درست میکنه، اما جاوا دیولپمنت کیتش میاد کلاس درست میکنه. الان برای اینکه من این کلاس رو اجرا کنم مجبورم به جاوا ران تایم بهش بدم که اجراش کنه. برای این کار از جاوا استفاده میکنم، دستور جاوا که این هم داخل همون پوشه باینری قرار داره. جاوا main dot این بار کلاس که برای من اجرا کنه که یه چیزی رو در واقع خارج میکرد. main dot class could not find load main class. نیازی نیست کلاسش رو بنویسیم، فقط مین بیاریم حله. هلو جاوا رو برای من چاپ کرد. دقت میکنید یعنی برنامه جاوا رو برای من اجرا کرد. این یعنی اینکه سیستم من کار میکنه، یعنی الان JDK من داره کار میکنه. اینجوری میتونیم فایل های جاوا رو اجرا کنیم. البته نکات خیلی ریزی وجود داره. اگر وارد سایت بشیم مثلا ساختن جار فایل، شاید چند تا فایل کلاس داشته باشیم، میخوایم اینا رو با هم دیگه تبدیل به جار فایل کنیم، این رو باید بر اساس این انجام بدیم و دستورات دیگه. این دو تا کامندی که اینجا اجرا کردم یکیش این بود جاوا و یکی هم این بود جاوا کامپایل که همشون جزء JDK یعنی همون دیولپمنت تولزی که داشتیم. خب تبریک میگم، اولی برنامه جاوا رو اجرا کردیم. یک جلسه از این فصل مونده، اونم اشاره به IDE هایی که میخوایم استفاده کنیم و بعد بریم سراغ خود برنامه‌نویسی جاوا.